بر فرشی از مقوا و زیر سقفی از آسمان سر می‌گذارم. در موازی خیابان‌ها که بادهای فقر و درد خطوطشان را قطع می‌کند و در گودهایی که روزگار از آنها سیاه‌تر است. بر زمین سرد خانه دارم، زیر آسمون بلند که ستونهای نادیدنی حملش می‌کند و حرفهایم همه از رنج است، از رنجی نادیده و ناشنیده. هر صبح اندوهی از پشت ساختمان‌های سرد و سیمانی سر می‌رسد. اندوه سرپناه، اندوه نان شب، اندوه یک روز دیگر زنده ماندن، اندوه نه فقط من، یک خلق دردمند. میدانم اما چرخ همیشه به یک سمت نمیچرخد و روزگار همیشه به یک روال نمیگردد و خورشید همیشه پشت ابر نمیماند و ظالمان همیشه حکم نمیرانند. میدانم اما درد سنگین تر از امید نیست. یک روز می آید که این جرقه امید و این سنگینی درد و این شعله خشم سر می کشد و اون روز را مانعی نیست. دستبندش نمی توان زد، به زندانش نمی توان افکند. آن روز می رسد، روزی که این خشم میلیونی منفجر شود و خورشید بردمد و انسان شأن انسانیش را باز یابد، به هیئت پرشکوه خویش درآید، هیئت پرشکوه انسان.